سلام بچه‌ها، چطورین؟ ان که در هر جایی که هستین حال دلتون عالی باشه و جیبتون مثل همیشه پر پول. خیلی خوش اومدین به یک ویدیو آموزشی دیگری کسب درآمد از اینترنت. امروز اومدیم در پلتفرم بیتیراک که قراره امروز در این ویدیو براتون این پلتفرم رو از صفر شروع کرده تمام جزئیات رو براتون توضیح بدم. کارکرد این سایت چطوره، نحوه سرمایه‌گذاری، نحوه برداشت، یعنی تمام جزئیات رو در این ویدیو براتون آموزش خواهم داد. خب عزیزان، اگر بیاد داشته باشین، در ویدیوهای قبلی ما براتون پلتفرم هگزا رو کامل توضیح دادیم. در ویدیو قبلی رفته بودیم $4000 در این سایت سرمایه‌گذاری کردیم، برداشت زدیم و کلا جزئیات سایت رو براتون توضیح دادم. اگر با سایت هگزا آشنایی ندارین، بیایید در کانال ما تراست اینوست که براتون آموزش کامل رو گذاشتم. باز هم اگر سوال چیزی دارین میتونید در اینجا با من ارتباط پیدا کنید. این آیدی شخص بنده است که میتونید با من بنویسین و به زودترین فرصت براتون جواب خواهم بود. خب بچه‌ها، ما با سایت‌های سرمایه‌گذاری کار می‌کنیم. یه چند تا سایت هستش که داریم روزانه فعالیت می‌کنیم و براتون معرفی می‌کنیم، اثبات برداشت‌ها رو در کانال می‌ذاریم. شما هم اگر می‌خواین با سرمایه خود یه درآمد عالی داشته باشین، میتونید که ما رو تعقیب کنید و در این سایت‌های سرمایه‌گذاری کار خود رو شروع کنید. خب بچه‌ها، ببینید که ما دیروز گفتم که رفتیم $4000 در این سایت سرمایه‌گذاری کردیم. مجددا دوباره سرمایه‌گذاری کردم. این سرمایه‌گذاری روز قبل بود، اینم سرمایه‌گذاری جدید من که رفتم پرام فعال کردم و میخوام که روزانه سود در بیارم دیگه. روزانه سودی که برداشت میذارم تو کانال میذارم. پلن چهارم هگزاین رو فعال کردم که روزانه 2.5% میده. امروز میخوایم در بیتلاک هم از این که براتون کامل سایت رو توضیح میدم، یه پلن $4000 هم فعال کنم که روزانه برام 1.5% میده. من حالا سرمایه خود در سایت‌های مختلف میذارم که خدا نکرده اگر یه سایت خراب بشه یا اسکم بشه دیگه از سرمایه‌ام از دست نره. حالا من 5 تا سایت موفق رو پیدا کردم که سرمایه خود رو به 5 تقسیم کردم. میخوام که توی این سایت‌ها سرمایه‌گذاری کنم. ببینید سایت هگزاینه که پلن چهارم فعال کردیم. این بیتلاک هم که میخوایم باز هم پلن چهارم فعال کنیم که با $4000 شروع میشه. در این سایت ها شما میتونید با حداقل سرمایه‌گذاری هم کار رو شروع کنید. این بیتلاک که با $50 شروع میشه، هگزا ارن با $10 شروع میشه. سایت سولی ترید هستش که در ویدیو بعدی براتون این پلتفرم هم توضیح میدم که شما میتونید با $200 کار خود رو شروع کنید. روزانه 2% برای 10 روز میده که من میخوام این پلن الیت توربو رو فعال کنم که با $3000 میشه پلن توربو رو فعال کرد. خب حالا در مورد این سولیتریت هم براتون ویدیو درست خواهم کرد، حتما میذارم. سایت توربو هاورلی هستش که در این پلتفرم هم سرمایه‌گذاری خواهم کرد و براتون کارکرد سایت رو توضیح خواهم داد. می‌خوایم که ما در این سایت احتمال زیاد که من پلن $3000 رو فعال کنم. این یکی پلن که ساعتی سود میده که واقعا عالیه. در سایت دلتا افلیت هم که قرار ما فعالیت کنیم و می‌خوایم که احتمال 90% این پلن 4 روزه رو فعال کنیم که با $2000 میشه فعال کرد. روزانه برامون این یکی 2% میده. سود خیلی خوبیه. خب حالا ما در این 5 سایت فعالیت میکنیم که واقعا معتبره، یعنی کنترل کردیم، تست کردیم و الان براتون آموزش داده و در این سایت ها به صورت زنده سرمایه‌گذاری میکنیم. فرداش برداشت میزنیم، یعنی اینکه به محض اینکه به مرحله برداشت برسیم درخواست برداشت میدیم و براتون اثبات برداشت رو نشر میدیم. خب حالا ممکنه ویدیوها یکم طولانی بشه ولی ارزش دیدن رو داره، چون براتون کامل توضیح میدم دیگه که براتون سوالی نمونه. این ویدیوهای اولیه رو من در کار میذارم که براتون کارکرد سایت رو نشون بدم. بعد از اینکه با کارکرد سایت آشنا شدین دیگه ویدیو خاصی نیاز نیست. شما میتونید با من در تماس بشین، هر نوع سوال پیشنهاد داشتین من براتون گوش میکنم که زودترین فرصت جواب رو بدم. خب اما بیتلاک که هستش واقعا یه پلتفرم معتبری که خیلی خوب کار کرده تا اینجای کار. شما میتونید تا $100,000 هم در این سایت سرمایه‌گذاری کنید پشت دو کوه، یعنی خیالتون راحت باشه. کارکرد ساده است. اینجا میگه که یه اکانت بساز، ایمیل خودو وریفای کن، سرمایه بزن، یه پلن انتخاب کن، بعد منتظر باش که اون پلن برات سود بده. اگر دوست داشتی ببین اینجا آپشن گذاشته. بعد میگه که ودرال پروفیت، سود خود برداشت بزن و اگر دوست داشتی ری اینوست کن و سرمایه و سود خود رو چند برابر کن. خب کارکرد ساده است، یعنی شما اکانت میسازین، سرمایه میزنین، برداشت میزنین، کار به همین ترتیب میره جلو.
خب من الان لوگین میکنم. ببینید در این سایت خودتون برین حالا این سایت رو کامل بررسی کنید. من خودم پلتفرم رو بررسی کردم و الان بذارید پسورد خود رو ثبت کنم. الان در اکانت خود هستم. خب ببینید که اینجا یه خوبی که داره، با هر ثبت نامی زیر مجموعه براتون 10 سنت میده. یعنی شما اگر دوستای خود دعوت کنین بدون اینکه سرمایه بذارن، فقط با لینک شما ثبت نام کنن براتون 10 سنت میده. این واقعا عالیه. ببینید 2 تا با لینک هم سرمایه نزدن، فقط ثبت نام کردن، 10 سنت داده و اینکه سود سرمایه‌گذاری جداست. یه ظاهر خیلی خوبی داره. اصلا سردرگم نشین. واقعا کارکردهای سایت خیلی ساده است. اینجا سمت چپ داشبورد آل شمس یعنی پلن‌های سایت هستش. شمس لوکس اگر شما پلن فعال کرده باشین اینجا میتونید ببینید. آل ترانزکشن تمام کارهایی که در سایت کردیم میتونید اینجا ببینید که از اسمش پیداست دیگه. ادمانی اینجا ما میریم ابتدا موجوده اضافه کنیم، یعنی بالانس خود رو افزایش میدیم، بعد میریم پلن میخریم. اینجا ببینید که کلی متد سرمایه‌گذاری داره که من میخوام الان با تتر بی 20 سرمایه بزنم. تو تصویر خود من تتر بی 20 دارم. ادمانی لوگ داره، یعنی قبلا سرمایه‌گذاری‌هایی کرده میتونید ببینید. والت اکسچنج داره که شما میتونید از پروفیت والت به مین والت تبدیل کنید یا از مین والت به پروفیت والت تبدیل کنید. تو این سایت شما 2 تا والت دارید. ببینید اینجا یعنی 2 تا اکانت دارید. به اصطلاح 2 تا والت هایی که داره. این مین والت که خب مین والت شماست، این پروفیت والت هم که سودی که میاد اینجا میره. میتونید برداشت بزنید یا به همدیگه تبدیل کنید. این ساده است. سندمانی داره که میتونید به یه شخص دیگه پول ارسال کنید از $10 تا $100,000. فقط کافیه که ایمیل شخص مقابل رو اینجا قرار بدین، مقداری که میخواین بنویسین و یه نوت هم اینجا اگر دوست داشتین بنویسین. خب سندمانی لوگ هم که اگر قبلا کدوم ارسالی داشتین اینجا میتونید ببینید. و درآمد داره که شما میتونید برداشت بزنید. قبل از برداشت باید بریم اینجا به درآمد اکانت، اد نیو اکانت رو کلیک کرده با کدوم میتون میخواین برداشت بزنید انتخاب کنید و والت خود رو ذخیره کنید. نگران نباشید، والت ها قابل آپدیت، یعنی شما میتونید والت خود رو چنج کنید و یه والت جدید بذارید هر موقع که دوست داشتید. همه چی به دست خودتونه. خب اینجا به درآمد لوگ برداشتایی که از قبل داشتین میتونید ببینید. رنکینگ داره که حالا برای افرادی که سرمایه میزنن و یه جورایی نمیدونم براشون یه بونوس های در میان گذاشتن که اینجا میتونید ببینید. از $10 شروع شما میتونید تا $50,000 در این سایت با این رنکینگ ها حالا سود دریافت کنید. اینجا میگه که $500 سرمایه‌گذاری کن، $50 بگیر، $2,000 سرمایه‌گذاری کن، $200 بگیر و همین ترتیب ببینیم برامون $200 رو میده یا نه. تست خواهیم کرد. خب قسمت رفال داره که اینجا هم میتونیم ما زیر مجموعه خود رو ببینیم. این نیک رفال ماست. ببینید اون دوتایی که ثبت نام کردن اینوست نکردن، اینوست هاشون صفره، فقط ثبت نام کردن برامون 10 سنت داد. این عالیه بچه، واقعا ارزش داره که با این سایت کار کرد. این ریوارد هم که یه بخش برای که در ادامه اگر ریوارد براتون بیاد فکر کنم مربوط به خود پلتفرمه که براتون اگر ریوارد بده اینجا میتونید ببینید. یه جوری یه پوان هایی داره، کلی بخش داره که واقعا خیلی خوب. من خیلی خوشم اومد با این سایت کار کردن. قبلا من کار کردم، یه اکانت دیگه دارم که بچهای زیادی میدونم. من با اون اکانت قبلی خود کلی رفاگیری کردم. الان این اکانت جدید رو براتون میخوام نحوه کارکرد سایت رو براتون نشون بدم و درس‌های سرمایه‌گذاری هم خواهم کرد که شما ببینید. نخواستم که اکانت قبلی خود رو نشون بدم چون سردرگم میشین و براتون پیچیده نشه. خب عزیزان ببینید راه شروع که طبعا باید دپوزیت کنید که براتون سود بده. پنها رو دیگه خودتون باید ببینید. بچه‌ها شما دیگه باید سودی این پنها رو بدونید دیگه. هر پلن یه مدت داره و یه سود داره، یعنی یه درصدی داره. اینه که پلن اول براتون 0.75% برای 60 روز میده، یعنی هر روز 0.75% میده برای 60 روز. از سرمایه شما برمیگرده. اینجا ببینید کاپیتال بک یس نوشته و اینکه سود اون پلن و سود اون سرمایه‌گذاری خودو هر موقع که دوست داشتید میتونید برداشت بزنید. و این یه خوبی دیگه داره بچه‌ها که اگر شما پلن رو فعال کردین و پشیمون شدین تو یه ساعت اول میتونید کنسل کنید بدون هیچ فی، یعنی بدون هیچ کمیسیونی میتونید تمام اون پلن خود رو کنسل کردن مستقیم برداشت بزنید بدون اینکه ازتون
کدام کمیسیون و کدام فی کم بشه. تمام پلن‌ها اینجوریه، فقط حداقل سرمایه‌گذاری و حداکثر سرمایه‌گذاری هر پلن فرق میکنه، سود روزانه هر پلن فرق میکنه و مدت اون پلن فرق میکنه. همین سه چیز فرق میکنه بچه‌ها. شما این سه چیز رو بررسی کنید، نظر به اون سرمایه‌ای که دارین، برین یه پلن رو فعال کنید. حالا ما میریم این پلن چهارم رو فعال کنیم که با $4000 شروع میشه تا $6000. ببینید من اینو میخوام فعال کنم. از اینجا میتونید کلیک کنید یا برید مستقیم قسمت دپوزیت رو کلیک کنید. ابتدا برین موجودی رو اضافه کنید، یعنی ابتدا میرین بالانس خود اضافه میکنید، بعد از قسمت آل شمز میرین روی قسمت پلنی که میخواین مستقیم اینوست ناو میکنید. اینجا ببینید من این پلن چهارم رو کلیک کردم که این اسمشه دیگه. حالا به هر حال اینوست ناو رو کلیک نکنم، اینجا ببینید همون پلن اومد، خودش انتخاب شد. میتونید بازم پلن رو تبدیل کنید. اینجا یه بخش داره بچه‌ها، مقدار رو بنویسیم. مثلا میگم که 4500 تومان میخوام سرمایه‌گذاری کنم. اینجا ازتون میپرسه با مین والت میخوای سرمایه‌گذاری کنی، با پروفیت والت میخوای سرمایه‌گذاری کنی یا دایرکت گیتوی. دایرکت گیتوی مستقیم میگه که سرمایه‌ات بذار روی اون پلن، یعنی مستقیم شما درگاه که باز میکنین، اون درگاه که تایید میشه مستقیم پلن شما فعال میشه. یا ابتدا برین، یعنی از همه ساده‌تر، ابتدا برین یه موجودی به خود باز کنید، یعنی یه موجودی به خود افزایش بدید. متوجه کار من ان میشین دیگه، متوجه صحبتایی که براتون انجام میدم. این کار ساده‌تر است. اول برین ادمانی رو کلیک کنین، با متدی که میخواین ابتدا موجوده اضافه کنید. اینجا ببین من تتر بی 20 دارم چون فی کمی داره دیگه، یعنی فی نداره. بذارید براتون نشون بدم تو ترست خود. این ترست من بچه‌ها، من بیشتر از $4000 دارم. پلن چهارم که میخوام شروع کنم با $4000 میشه شروع کرد دیگه. اینجا تتر TRC 20 داره، تتر بی 20 و بی ان بی داره، ترون هم داره، پایر داره، بایننس داره، ناو پایمنت داره. این ناو پایمنت تمام ارزهای ریشتر رو پشتیبانی میکنه. خب حالا من اینجا مستقیم بی 20 رو انتخاب میکنم. اینجا می‌نویسم حالا من 4500 تا می‌نویسم، 4500 تا. بعد این پایین ببینید این والتی که میده اینو کپی کنید و همین والت این 4500 تا رو ارسال کنید. ببینید من اینجا سند رو کلیک میکنم، والت رو قرار دادم این والت. اینجا من 4500 تا رو ارسال میکنم دقیقاً به همین والت بچه‌ها، نه کمتر نه زیادتر. چیزی که اینجا می‌نویسین همین رو ارسال کنید. اینجا واسه توضیح داده دیگه، میگه که با صرافی، با ترست والت، اوکی ایکس، هر چی دارین میتونید که این ترانسفر رو انجام بدین. فقط کافیه که تتر بی 20 ارسال کنید. اینم شبکه بایننس اسمارت چین رو میگه. خیلی خوب. این قسمت رو ببینید تاییدش میکنم، 4500 تا تایید میکنم. و این قسمت اینجا یکم مهمه بچه‌ها، میگه که enter your transaction hash. اینجا باید ما هش اون ترانسفری که انجام دادیم قرار بدیم. این اسکرین شات دیگه حالا مجبوری نیست، فقط این هش مجبوریه. هش چیه؟ اینجا برید این هش دیگه، اینو کپی کنید اینجا قرار بدین. فرق نمیکنه، برین تو اون اکسپلوری که شما سرمایه رو ارسال کردین، یعنی این ترانسفری که انجام دادین، اکسپلورش رو باز کنید، اینجا این هش رو پیدا کنید. ترانزکشن هش اینو قرار بدین که سریع اون سرمایه گذاری که شما انجام دادید شناسایی بشه. اتوماتیک انجام میشه بچه، تو 2 دقیقه انجام میشه. هش رو میذارم. این آپلود پایمنت اسکرین شات مهم نیست، اگر دوست دارین بذارید، اگر ندارین نذارید. پروسه تو پایمنت رو کلیک میکنم. اینجا ببینید که 4500 دپوزیت شما پندینگه. اینم ترانزکشن آیدی. ما اگر مشکلی پیش بیاد میتونید با این ترانزکشن آیدی با پشتیبانی صحبت کنید و مشکل خود رو حل کنید. ببینید تایید شد، 4500 تای ما ارسال شده به این والت. اما باید صبر کنیم که برامون تایید بشه. به محض اینکه تایید بشه برامون ایمیل میاد، تا الان که چیز برام نیومده. به محض اینکه حالا تایید بشه برامون ایمیل میاد، من صبر میکنم. قسمت دپوزیت هیستوری رو اینجا کلیک میکنم. ببینید که الان در حالت پندینگ USDB 20 4500 تا تایید شد، براتون نشون میدم در صفحه. یه لحظه صبر کنید که من ببینم چی میشه. خب عزیزان، این الان برام یه ایمیل اومد که 4500 تا شما اپروفت شده، یعنی تایید شده. اینجا خودتون میتونید ببینید. یه دقیقه برام اومد، رفتم در اینجا صفحه رو رفرش کردم و ببینید که سکسسفولی شده. الان ما تو داشبورد خود ببینید که 4500 تا داریم. به به، الان دیگه خیلی راحت میتونیم بریم اینوست کنیم، یعنی تو این سایت پن فعال کنیم.
خب قسمت اینوست ناو اینجا میتونید کلیک کنید که پلن ها میاد، یا قسمت آل شیمز اینجا. الان راحت دیگه شما میتونید 2 تا پلن $2000 فارغ کنید. نمیدونم دیگه اون 4000 تایی که من گذاشتم 4500 تا هر جوری میتونم تو این سایت سرمایه‌گذاری کنم. همه چی به خودم بستگی داره. خب میرم این پلن چهارم که سود خوبی میده، 1.5% روزانه برام سود میده، عالیه. اینجا من میرم کامل قرار میدم. ببینید اگه من 3000 تا بنویسم چی میگه؟ 3000 تا نمیشه تو این پلن ها. ببین اینوست ناو رو کلیک کنم، ببین میگه که مقدار اشتباهه، چون با $4000 شروع میشه این پلن. منم خیلی راحت میرم 4500 تا قرار میدم. اینجا بازم براتون میگه که پریود یعنی مدتش 30 روز است، روزانه 1.5%، مقداری که من میذارم 4500 تا. اوکی اینوست ناو رو کلیک میکنم و بله پلن ما با موافقانه فعال شد و الان دیگه برامون قرار روزانه $67.5 سود بده. یعنی $4500 که من سرمایه زدم روزانه برام این میده که من هر روزه اینو برداشت میزنم و براتون نشون میدم. این قسمت سمت راست رو ببینید بخش کنسل داره. اگر دوست داشتین شما میتونید کلیک کنید و کنسل کنید پلن خود و کامل سرمایه‌ای که زدین برداشت بزنید بدون هیچ فی پلن شما کنسل میشه. خب الان من کنسل نمیکنم چون نمیخوام که پلنم خراب بشه. قسمت داشبورد رو نشونتون بدم. الان بالانس ما رو ببینید صفر شد چون ما رفتیم پلن فعال کردیم. اینجا 4500 تا پلن ما فعال شد. خودتون میتونید ببینید این پایین هم ریسنت ترانزکشن یعنی آخرین ترانزکشن خود رو میتونید ببینید. دپوزیت کردیم USDB 20 4500 تا. اینجا که کسر شد یعنی رفت روی پلن هوریزون. خب بریم برامون ایمیل هایی که اومده ببینیم. اینجا هم که برامون یه تشکری کرده که از اینکه پلن فعال کردیم. ببینید میگه که your investment has been successfully processed. پلن ما فکر کنم که میگه آره پلن شما فعال شده و ایمیل تشکری از طرف این پلتفرم. خب اینجا کارکرد به همین شکله. به محض اینکه سود بیاد مستقیم میتونم برم و در حال کلیک کنم اینجا برداشت بزنم. فقط کافیه که متد برداشت رو اینجا قرار بدیم. من فردا برداشت میزنم. اینجا ویدیو رو تمام میکنم. کارکرد سایت رو میخواستم براتون نشون بدم. لینک رفرال اینجا هم دیده میشه که میتونید به دوستا و به نزدیکان خود به اشتراک بذارید که براتون روزانه فقط با ثبت رامی اینقدر بده. فکر نزنید تو این سایت بچه‌ها. اگر فکر بزنین براتون مشکل ساز میشه چون اینا خودشون دیگه الان کلی هوش مصنوعی وجود داره که تو این پلتفرم ها جاسازی میکنن که شناسایی کنن. اگر فکر بزنید میتونید با $50 شروع کنید. 0.75% کم نیست بچه‌ها. 0.75% براتون روزانه سود میده. میتونید ضرب 30 کنید در ماه 22% سود خالص. واقعا کم نیست بچه‌ها. یعنی بانک های جهانی سالونه 40% 50% میدن. این سایت رو شما میتونید در ماه 20-25% حداقل سود در بیارید. خب کارکرد سایت بیتلاگ به همین شکل. شما میتونید معلومات های دقیق در مورد این سایت بیایید. اینجا کلی بخش داره که خودتون بخونید. وایت پیپری که داره، رودمپی که داره، برین بررسی کنید. وایت پیپرشون رو بخونید، رودمپشون رو بررسی کنید و هنوز سوال داشتین با من در میان بذارید. اینجا از من ویدیو رو تمام میکنم. ممکنه یکم طولانی شده باشه ولی ارزش داره که این ویدیو رو شما ببینید. در ویدیوی آینده میریم سایت سولی ترید سرمایه‌گذاری میکنیم، سایت تورباوالی سرمایه‌گذاری میکنیم و دلتا فرید سرمایه‌گذاری خواهیم کرد. روزانه استفاده برداشت رو در تلگرام میذاریم. این آیدی تلگرام ماست. تمام ویدیوها و پست‌های ما در تلگرام قرار میگیره. میتونید که ما رو تعقیب کنید و از آخرین پست‌های ما استفاده کرده با مدیریت سرمایه در این سایت‌ها کار خود رو شروع کنید. دیگه وقت نداریم بچه‌ها. تا ویدیو بعد خدا نگهدارتون. موفق و همیشه پرسید باشید.